قرار بود با ویزا و اجازه کار ببرنمون. نه من یکی ها 100 تا مثل من. پول خونمونو 2 دستی از مادرم گرفتم، 4 دستی دادم بهش. اگه عکست خراب میشه میخوای یواشتر بره. نه راحت باش. آتیش داری؟ ببر. دست در نکنه. باشه میشه. سر راه میگیرم. دست یه دونه بردار. دست در. ماشاءالله قسمت نی. شما از خارج اومدی؟ من؟ آره. نه چطور مگه؟ آخه داری از خیابونا فیلم میگیری؟ من اینجوری نگاه میکنم. خب پس پولا رو دادی بهشون و اونا هم در رفتن. بیچاره شدم. هست و نیستم رفت به باد. گفتم خودم خراب کردم، خودم هم درستش میکنم. زدم به یک کار. همون دفعه اول گند زدم، بار مواد رو دادم به باد. از ترس قاچاقچی هم گم و گور شدم. چند سال اگه گیرم می‌آوردن تیکه تیکه هم میکردم. ولی از شما چه پنون، هنوز از سایه خودم هم میترسم. اینجوری شد. ای بابا تو این شهر بیدر و پیکر کی به کیه؟ الو تو رام. آره دارم میرم. باشه میرم برش بدم. گفتم میرم. واسه چند درخواست حقوقه بیاری 7 3 شب سر کاری. این بچه طفل معصوم هم بیلون سیف. دخترمه سرو ناز اسمش. آخه زنده باشه. خب این شبا پس کی نگرش میداره؟ مادرم. خدا حفظش کنه. میدونی آقا چی آتیشم میزنه؟ این که این مادر یک کلون به من نگفت که پسر این همه سالا چی بود به سر ما آوردی. کاش میزد تو گوشم، کاش یه کاری میکرد دردم میومد. تازه بعد که برگشتم تمام این سالا دیدم 2 شیفته کار کرده که خرج درس آبجی رو داداشم بده. خب من با اجازهتون پیاده میشم دیگه اینجا. ببخشید سرتون رو درد آوردم. نه خوب بود. از ما فیلم میگرفتی؟ نگفتی بعدا میگرفتیم. بفرمایید. قابل نی. باش. بس خداحافظ. خداحافظ. سلام تو با خانم. دخترک ما چطوره؟ چیزی لازم نداری؟ باشه. خداحافظ. کجا؟ کجا میری؟ هر جا بری. یعنی چی مسیرت کجاست؟ خودت بالاخره جا داری دیگه. پیاده شو. خجالت نمیکشه. پیاده شو. بچه زود خوابش میبره. تا با لگد ننداختمت بیرون پیاده شو. خیلی خوب. بچه داغ تب داره تا این سرا که میتونی منو برسونی.
سیگار داری؟ بچه کجایی؟ که چی؟ داداش قرمساق نداری سر غیرت بیاد؟ نه داداش دارم نه حوصله. پیاده میشم بابا، نگه دار بیخیال. یه دختر تو همسایگیمون بود، نگه دار. از 6-7 سالگی که اومدن تو محل ما با آبجیم محبوبه شدن، دو قلوهایی به هم چسبیده، نشستن لبه تخت، مادرم گیساشونو میباف، محبوبه بهش حسودی میکرد. بس که گیسای معصوم پرپشت بود، اسمش معصوم بود. نگفتی بچه کدوم محلی؟ من پیاده میشم، نگه دار. مگه تبر نمیخوای واسه بچه‌ت؟ داشتم میگفتم معصوم و محبوب میرفتم راه هم مدرسه، یا محبوب خونه اونا بود یا معصوم خونه ما بود. بعض شما نباشه معصوم خیلی دختر ماهی بود، برخلاف داداش گوه دودیش. من پیاده میشم، نگه دار. بیا، آتیش ندارم. وقتی معصوم رفت محبوب مریض شد، در به در دنبالش میگشت. یه دفعه هم ردش رو پیدا کرد، باز دوباره آب شد رفت تو زمین. ته کمدش یه چیزی قایم کرده، یه گیسه بلند بافته شده چیده شده، مال همون دختر همسایمون. یه شب داداش بی غیرتش الکی گیر داد، گرفتش به باد و کتک گیساش چید. فرداش معصوم رفت که رفت. ای خدا. بشین.
سلام. به روی ماهت کشتی منو. دلم هزار رفت چقدر دیر کردی. مسافر در بسته داشتم نکنی تصادف کردی؟ گیر نده دیگه تو با خانم. بگو سربناز بیاد کار دارم خستم میخوام برم. نصف شب خواب بچه شام نخورده خوابی. خب بذار بیام بیارمش. محبوبه کو؟ مونده پیش آبجیش. باز حمیده به شوهرش دعوا شده؟ نه بابا. عباس علی چیزی شده به من نمیگی؟ چیزی شده؟ یعنی انقدر بیغیرتم که بلای سر داداشم بیاد راست اصرا برم. چون همین سرو نازت چیزی از من پنهون نکن. ها معصومه دیده. معصوم خودمون دختر زهرا؟ آره. مگه کجا بود؟ چی کار میکرد؟ چی بگم؟ نگفتی آخه دخترین چه بلایی بود سر مادر بدبختت آوردی؟ اصلا خودشو زد به اون راه که من معصوم نیستم. خب میخواستی آدرسی چیز ازش بگیری مادرش بره سراغش. اون بهتر که نبیندش. ای وای داره آخر زمان شده مادرها باید به حال مرد زنده بچه هاشون بگرد. بیا بگی. دست شما درد شما این کاغذشو دادی 4 خطم می نوشتی دیگه چی میشد؟ یکی پیدا کن اونجا وسط بریز. کجا یکی؟ سلام. زحمت میکشیم یکی از آقایون شما زحمت بکشی یه نامه برای من بنویسه. بفرمایید. خواهش می‌کنم شما بفرمایید لطفاً. چه جور نامه‌ای؟ یه عریضه باشه که بدم بهشون. تا حالا 10 تا نامه دادم. حالا میگن که باید یه دونم بدی به تامین اداره نمیگه وامونده‌ای. بفرمایید شما بفرمایید. مشکل شما چیه؟ بگین تا من بگم برای کجا باید بنویسی. مشکلم اینه که 9 ماه کارخونه حقوق ندادم. هی میرم هی میام هیچکی جوابگو نیست که یکی جواب بده. ملتفت شدم. دایره حقوقی اداره امور باز نشستگان محترماً معروض می‌دارم. این جانب اسم شریف توبا مردانی دودانگه یه کامیون. دودانگه. شما رسمی هستید یا پیمانی؟ خدا به سرش. یعنی میگم واقعا دیگه نمیشه مصاحبه کرد؟ چون من آمادگی شد دارم. مجوز این مصاحبه رو خودم دارم صادر می‌کنم. من چند بار تو اتاق خدمت شما عرض کردم مستند من راجع به مشکلات ارباب رجوعه. به آمار و عملکرد مسئولین هیچ ربطی نداره. خب شما دوربینت رو روشن کن من ربطش میدم دیگه. من اصلا میدونین که آقای گودرزی رو با خیلی چیزایی. آها اینجوریه متوجه شدم. در حال خیلی ممنون آقای مجونی که اینقدر زود تکلیف من روشن کردین. محمد جواد حلیمی هستم. از صبح منتظرم مصدق بشم. یه لحظه تشریف داشته باشه. اگه معطل نمیشین یه چایی بخوریم من همه چی رو. نه من معطل میشم آقای مجونی. گفتم اومده بودم با ارباب رجوع صحبت کنم که انگار اجازه ندارم. قربونتون که ارباب رجوع که همش نکناله میکنه. البته مشکلات همه جا هست ولی ما مسئولین میخوایم بگیم که مردم باید مشکلات رو راه حلش رو تو خودشون پیدا بکنن. یعنی
به خودشون ارجاع بدیم. ارباب رجوع. بله توجیه جالبی ولی ربطی به کار من نداره. یعنی- با اجازهتون. حاج آقا این بقیه نامه من شما زحمت 2 دقیقه تو کار دارم برمیگردم بقیه‌شو می‌نویسم. از شما درد نکنه. باشه. خب خیلی هم میگیریم. هندونه رو دیگه وا بده دیگه. چند تا دست دارم من؟ 2 تا ندرخر برای چی بزرگ کردم؟ بفرست اونا رو بگیرم. ماشینم کجا بود؟ ماشین ندارم که. نه امروز که نه، فردا نه، شاید شنبه شب آماده بشه. نمیدونم دیگه. باشه خدا. ببین اینا رو امضا کن. تو از صبح رفتی فیلم بازی سیروفی هم نیومده، همه اینا تلمبار شده. ببخشید کی شما رو صدا زد؟ من تو نوبت بودم، فکر کردم که نوبتمه دیگه. شما مگه من صدا نزدین؟ خب حالا کار چیه؟ این پرونده گزارش اتفاقی است که برای من افتاده. اوه چه خبر؟ من کار دارم. خودت بگو. بنده محمد جواد حلیمی هستم. سر جاتون بایستیم بگید. اینجا خوبه؟ حال خوبه. بله. عرض کردم بنده محمد جواد حلیمی هستم، کارمند بازنشسته اداره کارپردازی سازمان برنامه و بودجه سابق. چند تا 30 سال و دست 8 ماه سابقه خدمات دولتی دارم. 15 الو، سال حاج هم خانم. هست که به شرف بازنشستگی حاج آقا، نائل شدم. حاج خانم ها. الان وقت بادمجون دلمه است. من چند تا دست دارم آخه. خیلی خوب میارم. 4 خونم. بله. عرض شود که 3 ماه قبل دچار مشکلی شدم که ناچارم به طور اضطراری به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفتم. جراحی من تحت پوشش بیمه است. توجه داری؟ انگوش بزنم. بذار بزنم. اما مشکل اینه که همونطور که عرض کردم به دلیل موقعیت اضطراری بنده را به بیمارستانی غیر بیمه‌ای منتقل کردن. این نکته اینجاست. بستری شدن بنده مصادف شد با یکی از ایام بین التعطیلین. در نتیجه اطلاع به بیمه موکول شد به قار. السلام علیک جعفر آقا. چی میگی؟ جعفر من 5 جمعه موندم. بدبختم، من کار دارم. من فردا ماشین میخوام ها. خسته نباش، دستت در نکنه. حالا شما چی میخوای؟ عرض کردم بنده بیمه تامین اجتماعی هستم. به دلیل مشکلی که شرم حضور مانع از توضیح مشروحش میشه بماند، تحت درمان بودم تا اینکه نیمه شب ما قبل یک تعطیلی 2 روزه، توجه داری؟ به حال مرگ میافتم و اورژانس جسم نیمه جان بنده رو به بیمارستانی نزدیک خانه منتقل میکنه که از نحوست شانس خصوصی بوده. در طی دوران جراحت و نقاهت در طی دوران جراحت و نقاهت از جیب خرج کردم و زیر بار قرض بستگان عیال مرحومه رفتم. بلکه مراجعه کردم برای تأدیه هزینه بیمارستان. مسئول مربوط به بهانه تأخیر در اطلاع تقاضای نابجایی داشتن مبنی بر معاینه مجدد. بیادبی میشه گلاب بروتون. معاینه مجدد اون موضع مخصوص که مورد عمل واقع شد. آقا جون شفافتر صحبت کن دیگه. ببین بردار یه دونه است. خب میام دیگه، میام پیشت. یه دونه میام درش شد. برو اینا جونمی کجا بودی زنگ زدم؟ آرایشگاه چیکار میکنی؟ مشکی پرکلاقی بلوند
از اونایی که من دوست دارم. حالا ول کن، میبینمت دیگه فردا. میبینمت. جونم. باشه. چه گرفتار شدیم. شما دارین تشریف میبرین؟ نه پس میخوای تا آخر هفته وایسا ما هم گپ بزنیم. آقا میگم کارت چیه؟ خلاصه کن. چشم. خلاصه میگم، تلگرافی هم میگم. بنده حلیمی بازنشسته 30 سال و 8 ماه سابقه کارمندی 27 روز قبل تحت عمل جراحی اضطراری. هزینه بیمارستان خصوصی سرسام وام از بستگان و اقوام، تقاضا از سازمان برای تأدیه هزینه ها. توجه دارین؟ درخواست غیر اخلاقی کمیسیون برای معاینه مجدد موضع مخصوص. موزه میگفتی اونجاست؟ آقا موزه تو مشخص کن بره دیگه، چرا لفتش میدی؟ یعنی چی آقا؟ بنده بعد از 30 سال و اندی خدمت صادقانه حالا برای اثبات حرفم باید جلوی هر کس و ناکس شلوارم رو پایین بکشم؟ ببین آقا جون، میخوای بکش میخوای نکش، قانونه. یا میخوای بریم؟ من عجیبه ها. کجا؟ من دارم با شما حرف میزنم آقا، گلگت نمی کنم که. خب من چیکار بکنم؟ وایسم به گزارش موضع شما گوش بدم؟ بنده از کله سحر اینجا نشستم معطل. حالا که اومدم تو، شما دارین تشریف میبرید، اونم تو وقت اداری. عجب گیری کردیم. الو، نعمت رو بفرست بیاد. کی اونجاست؟ خب البته این ریزه میزه از خودت هم میتونی بیاری. سیریش داریم. بدو کار دارم. خجالت بکش آقا، درست حرف بزن. سیریش چیه؟ بنده طی 30 سال و 8 ماه خدمت شرافتمندانه یک قرونی برابر نکردم. حالا باید برای پول عمل جراحی می تنبونمو بکشم با این دهن به دهن امثال مثل تو بشم. یا آدم باش ول کن آقا، چجوری اونو میگی چجوری منو میگیری؟ من باید اینجا تکلیفم روشن بشه. خیلی هم ممنون. آقا سکته میکنی کار دست من میدی. بفرما. گزارشتو میدم. آقا اختشاش نکن. خیال کردی نفهمیدم تو وقت اداری چی کار میکنی؟ عزیزم به جایی که به کار مردم برسی تجدید فراش میکنی؟ نگران اینی که مشکی پرکلاقی شدی یا بلوطی تیر رنگ؟ پول بیت المال چطور از گلوت پایین میکنه؟ آدمت میکنه. آقا اختشاش نکن. کجا بردنش؟ آقا اختشاش نکن. دارم هستم بعد برات بگم که فیلم دوربین داری چسب شیشه‌ای اونی که از سر راه می‌خریم. آره تنابم که داریم بخریم هم دیگه همش تو حواست باشه که دستای ما اینطوری محکم اینو با این تناب چند نفری که باز نشه. بعدم اینکه اونو جلوی کارت خونده که چاقو جلوش حالا یا شوهرت سر نرسه. دیدیش سلام منم برسون بهش از حالا اگه اومد نمیاد، بهت میگم نمیاد. 2 ماه نیومده یه سر بزنه. حالا بعد 2 ماه اگه امروز عشقش کشید بیاد سر بزنه چی کار باید بکنی؟ اومد اصلا ربطی نداره. چجوریه واقعا؟ خب کم بودمون چی هست؟ امکاناتی که لازم داریم یه بار نگهدار آقا، نگهدار. آبرو خوردن، حیا رو قی کردن. شهر هرت آباد نگهدار. تصویرش خوب میشه. چیه باز خودشه؟ پس راستی باورش. نه تا اینجاش رو خوب رفته دیگه. من نمیدونم چجوری صدای تو رو نشنیده. وایس کریئتور. دخترت پیش ماست. امشب یه فیلم تحویل میگیری. فردا 30 میلیون تومان پول آماده میکنی وگرنه با جنازه دخترت مواجه میشی. تمام. اون مطمئن باش ککش هم نمیگه. من خودم نگرانت شدم. چطور اون ککش نمیگه؟ زنگ زدم بهش میگم آقا جون ببین من حالم خوش نیست، من کلافم، حالم داره به هم میخوره، میخوام بکنم برم، از این خراب شده. اونم میگه به سلامت دیگه.
آره میگه که برداشتی سر خود شوهر کردی آره بکش. میگم خیلی خوب پدر من شوهر کردم باشه قبول. من بچه تو هستم یا نه؟ نگفت من قید شما دوتا رو خیلی وقتی که زدم؟ به من که 10 بار گفتین. اون مطمئن باش پای آبروش وسط بیاد هیچی براشون. فقط تو تهران نبیشه حاج آقا حامدی نمیدونم دخترش رو یه مش عراضه بی آبرو کردن دخترشو. خدا رو شکر من گوشم یه سال پره. آبرومو بردین، آبرومو نریزید، اینجا آبرومو نبرید، اونجا آبرومو بردید، اینجا آبرومو نبرید. این از ترس آبروش دیگه سیتا که هیچی نیست 200 تا حاضره بده. آخرین بار یادت دیگه جلوی بچه‌ها آبرو ریزی کردی. قلم پاتونو میشکنم برین از این خونه بیرون. مطرب خونه را انداختین. این چی از این بچه بنگیا از این خلافا کوک بازا از اینا بعد می‌داشت. حالش جا می‌برید. تمام بدبختیش اینه که این در و دافیا رو شکار کنه. اینا با اینا خلوتش از بین نره مکان درست کرده. مامان و نسخه‌ش رو پیچیدن بعد فراریش دادن نوبت ما. تو چه به مامان سر نمی‌زنی؟ ها؟ حالم بد میشه میرم اونجا اصلا میبینم اینجوری جلو شوهرش کوتاه میاد حالم به هم میخوره. آدم خوبی ها. ببین منو باور کن آدم خوب. من چند بار دیدمش خیلی بهتر از باباست. آره. بیچاره مامان. نگفتی که به مامان چه گندی باره آوردی؟ چیو بگم؟ راست میگی چیو بگی؟ تو دیوونه یا؟ تو هم کجات به بیزنس من رو میخوره؟ به من بگو. نه به من نگاه کن. تو خودتو نمیتونی جمع کنی. یه مش آدم رو جمع کردی دور الاف دور و بر خود چک میکشی واسه من. پس فردا باید پاس کنم. پس فردا چیه؟ 2 ماه پیش بعد پاس میشه. باری کلا دست درد نکنه. ولی اگه میشد کتاب فروشی، دیویدی، موزیک، کافی شاپ، کافی نت، سالن کوچیک نمایش فیلم، بعد تو این کاسه های سفالی عدسی میدادیم موزیک خوب. تعطیلی واقعا میگم. برو دکتری جایی نشون بده خودتو. بعد وقت مردم دارن میمیره نون شب ندارن با خودم ورشکست میشن. تو این اوضاع تو این روزا الان یادت افتاده بیزنس را بندازی. ولی بعد که بهش نگفتم. فیلمو میندازیم تو صندوق پستی یکی از همسایه‌ها خودمون به زنگ میزنیم میگیم بری از کجا بردی تمام. خوب گفتم بهش. همین. زیر قیمت بازار دارم میشم 800 تومنه. قنادی رو دارم میدم قالب بندی داره تو گرما به شما زیر قیمت بازار دارم میشم. فعالیت ما اینجا اینه که به دخترها و زنایی که تصمیم دارن ترک کنن شرایطی فراهم کنیم براشون که بهشون کمک بشه. خب خیلی خوبه. وقت مشکلی برای اینکه من فیلم برداری بکنم شما ندارید؟ اگه شما مجوز از سلام علیکم. احوالش خوبی دخترم؟ خوبی کوکر جان؟ اگه مجوز از بهزیستی داشته باشیم مثلا سلام علیکم. که حتما. سلام علیکم. خوب هستی؟ آقای دکتر از آسایشگاه سارالدا چند بار بهتون زنگ زدم. یه خانومی به نام گیلانم براتون پیغام گذاشته. خدا بخیر کنه. آقای دکتر دربری هم از دوستانی هستن که لطف دارن داوطلبانه به ما کمک میکنن. خواهش می‌کنم. خیلی خوشبختم. با اجازهتون. زنده باشی. فقط با توجه به شرایط خاصی که این دخترها دارن اگه تصویرشون بخواد پخش بشه ممکنه مشکلات نه براشون. حتما من اصلا قرار نیست به مشکلات شما اضافه کنم. قرار از مشکلات شما کم بشه. اگه ببخشید. الو. جانم. بله. من تماس میگیرم. بله خوبی شما؟ نه اصلا منتظر تماستون بودم. دکتر جان اسماعیلم داره از دست میره. دیروز تا حالا به هوش نیامده. آقای دکتر تو رو به شاه شهیدانم قسم بیا ببینش. این دکتر های آسایشگاه کسی میشناسدش. شما با هم جدی رو درگش خوردید. زبانم لال آقای دکتر راست میگم دیگه به هوش میاد. دکتر خوبی؟ سارا خانم سلام. بفرمایید. مزاحم شدم انگار.
چیزی نیست. بعضی وقتا فکر میکنم کاش به جای دستم چشم و گوشم رفته بود. شما دیگه چرا دکتر؟ بگذاریم. خودت چطوری؟ خوبم. حواست به همه چی هست؟ بله. داروهات و آزمایشات؟ آره. سلام. برای من نذار. من باید برم. دکتر پس تا نرفتیم من سمیرا رو بیارم. باشه. یادت باشه دوشنبه صبح ساعت 7 بیمارستان سوانح سوختگی باش، دکتر حسینی ببینتت. چشم خیلی ببینی. امید خدا. نرگس خانم یه دقیقه میای اینجا. چشم اومدم. سیگارتو خاموش کن. دکتر این سمیرا خانم دلش برای شما تنگ شده بود. من گفتم تا نرفتیم بیاد ببینیمش. بشین ببینیم. من میرم بچه‌ها رو ببرم بیمارستان. خب با اجازهتون. چی شده؟ سمیرا جان دخترم چی شده؟ سمیرا بده من. میتونی؟ معلومه میتونم. کبرا خانم تو با این کمرت بلند نکن. برو تو انباری جابجاشون کن. خیلی من میارم. انشالله. کبرا خانم چرا خریدار نبردی پایین؟ سارا آقا حامد اومده منتظره. خانم منشیزاده جان. من باید برم سارالا. داروی سمیرا رو نوشتم. امشب قبل از خواب باید یه دونه دیاسپام بخوره. وضع روحیش خیلی خوب نیست. چشم دستون درد نکنه. سلام علیکم. برسونم بهتون. ممنونم. دست درد نکنه. بذار من بقیه پولتونم بهتون بدم. نه بقیه پول که باشه، چند تا کرایه طلب داری هست. فاکتورش خدمتتون باشه. اینم آزمایش کوکب خانم و دخترش. ای وای. هر دفعه نصف جون میشم ببینم این تو چه خبر. حق دارین. حامد جان فقط برگشتی زحمت بکش منو ببر دم مغازه بابای سمیر. من سرویس دارم ساعت 6 شاگرد دارم. میشد بذاریم برای فردا. اب نداره شاید خودم رفتم. شرمنده ها. نه اب نداره فقط آدرسشو بده. میدم الان خدمت. مریم خانم داریم میریم تو کوچه سیگار کبرا خانم روسری تو درست خریدای وسط مونده ها. اونجا میری شلوغ نمی‌کنی اینا. چه بوی سیگاری هم میدن اینا. خدافظ هماهنگ کردم اونجا با بیمارستان. بریم به سلامت. بچه‌ها بدین مگه نمیدونن آقا حامد وقتش با عرضه ما که نیست. سارا خانم مرتب مطلق رو میگی دیگه. حرفی نزدن. بله. اشکام بگو نرگس بیاد. کی؟ نرگس بگو نرگس بیاد. کدوم نرگس؟ سفر خانی بگو بیاد. شما؟ شوهرش هم بگو بیاد. شما چند لحظه اینجا باش؟ در نمیخورم. چی نه؟ نه. خب باز میکنم دوباره. چند لحظه اجازه بدین. اجازه بدین. نرگس این آقا راست میگه شوهر. پدر منو چجوری پیداش کردی؟ نمیدونست اینجا کار میکنه. پدرشو در برده به روز سیاه نشون خیلی دادش. خب بذار خودش حرف بزنه. روم سیاه خانم جون نگفتم شوهر دارم 3 ماه خودم رو گم و گور کردم به بچه هم نگفتم. شبا تو حرم میخوابید اونجا دیدمش. در دل کردنم برای سوخ آوردمش پیش شما. جون به لبم کرده 10 بار بردمش تک جلو در همسایه برام آبرو نذاشته. جلو دومادم میگیرتم به باد کتک تا خدا ردش کنیم بریم. خب نمیره که نشسته کنار در. چرا یه غیره خجالت نمیکشه تازه فهمیده زن داره. خیلی خوب دیگه تو هم آتیششو زیاد نکن. اینا رو بذار تو اتاق من. خریدار از جلوی در بردار. بعدم درو ببند از بچه‌ها بیان بیرون. بدو. ببینین خانم چه جوری آبرو ریزی میکنه. یه عمر زندگیم همینه. خیلی خوب. بریم تو دفتر بیاریمش تو حرف بزنیم ببینیم چی میگه. چی میگه؟ میگه گو خوردم غلط کردم برگرد سر خونه زندگیت. بگم نه میگیرتم به باد کتک. مگه بار اولش معتادی چه میدونستم چیه؟ بابای بچه‌هام مرد از بدبختی زنی شدم. نگاه داره دیوانه بازی در میاره. بیا برو یک کلمه باش حرف بزن شاید آروم شه. به خدا اگه بخواد به زور ببرتم همینجا خودم آتیش می‌زنم. نرگس این حرفا از تو حالا همسایه‌ها رو میندازه به جونمون. چیو وایسادین تماشا میکنین شما؟ کبرا خانم برید تو در ببندید.
آقای محترم اجازه بده، چرا شهر به پا میکنی؟ شهر چیه؟ شما شهر ندیدی؟ این برای چی اومد اینجا؟ کیه؟ خیلی خوب. اینجا کجاست؟ من برای شما توضیح میدم. توضیح نداره، زندگیشو ول کرده اومده اینجا، زیر سرش بلند شده. خب بیاد بگه دردش چیه. برو براش کن برم تو. اجازه که نداریم بیاید تو. یعنی چی اجازه؟ کیه؟ اینجا کجاست؟ کی میره؟ کی اینجا میاد؟ کی میره میاد؟ آقا یه لحظه اجازه بده. شما میتونید نکن. برو بگو ببین بیاد. این کارا خوبیت نداره. برو اعصاب منو نریزم. اگه دلت میخواد برو شکایت کن. خب به خدا میرم شکایت میکنم به فاطمه زهرا. آفرین. پوست تو اونو یه جا با هم میکنم. آره این شد. زن مردم رو قایم الان میکنی. داری حرف حساب. زن مردم رو قایم. زن مردم رو قایم میکنی. زن مردم رو برای چی قایم میکنی؟ عزیز من شما یه کار میتونی بکنی که یه لحظه آروم باش. من برم ببینم چیکار میتونم برات بکنم دیگه. خب برو راضیش کنم بیاد بیرون. برو باشه برو شما یه دقیقه بشین. بشین برو. بشین آقا بشین. آفرین. شیشه عقلش پاک کرده. گریه نکن ببین اشکات میریزه رو زخمات. بخور بیا سرش یه روز میکشتم. هیچکی حرفمو گوش نمیده. چرا عزیزم؟ چرا؟ ندادی ببین من که نمیذارم. چرا؟ من نمیذارم با زور تو رو ببره که. منت کلفتی اینجا رو گوش کن. میکشم. کلفتی چی؟ ولی زیر بار حرف زورش نمیده. عزیز دلم تو داری اینجا کار میکنی زحمت بکشی. من میگم شاید بتونم باش حرف بزنم راضی بشه بره کمپ. شاید سر عقل اومد. سر عقل بیاد. نمیدونی درد من. خیلی خوب گریه نکن. گریه نکن عزیزم. دروغ گفتم. چی؟ دروغ گفتم. گاز ترکیده سوختم. آبجوش باشید تو صورتم. آبجوش باشید. نرگس قسم خود اگه شکایتش نکنم میره تر. از بیمارستان در اومدم یه راست رفت اردوگاه. گفتن 3 روز بیشتر نمونده. چیه؟ نرگس جان ای خدا برای چی رفتی؟ برای چی زندگی تو ول کردی؟ برای چی زندگی تو ول کردی رفتی؟ چی میگی تو؟ چی؟ رو خدا میزنم تیکه پارت میکنم. بزن برو گم چون بر. بزن دیگه. برو گم چون بر. تو خجالت نمیکشی؟ زورت فقط تو چاقوته؟ تو رحم داری وجدان داری؟ برو اون دیدی بر چه بلایی سرش آوردی؟ پارت میکنم. بیا نگاه کن. این دستمزدش که نرفته شکایتتو بکنه. خیال کردی چون شوهرش یه غلطی دلت میخواد میتونی بکنی. بیا برو تو نرگس جون بیا برو تو. بیا برو تو. چرا اینجا خوش؟ آه نرگس. نرگس جان. نرگس جان. نرگس جان. به خدا غلط کردم نرگس. نرگس من ندارم کسی ها نرگس. نرگس از دستم ندارم. خدا شاهد از دستم ندارم. من نمیدونم چی شد نرگس. من بمیرم برای چشات. نرگس برگرد. دور حضرت عباس برگرد نرگس. آه من ندارم کسی رو به جز تو. بله متوجهم. باشه شاید شما بفهمی. من دیگه حرفی ندارم. تلاش میکنم تا آخر هفته وام پرداخت بشه. بله خدا حافظ شما. خواهش میکنم. خدا حافظ. خب اینجا نوشتی شوهرت کاسبی داره. وام برای چی میخوای؟ خودم میخوام سیسمونی برای دخترم بگیرم. خودم هم قسطشو بدم. صورتت چی شده؟ سوخته. چی؟ سوخته. گاز پیکنیکی ترکیده سوخته. خیلی خوب باش. باید تو جلسه بررسی بشه. هفته دیگه بیا پیش خانم رسولی. من کار میکنم خدا. هر چقدرم ضمانت بخوایم میارن. خانم منشی‌زادم که ضامنم. ایشون که سرور ما. ایشالله که موافقت میشه. برو به سلامت. دستتون درد نکن. خواهش میکنم. خب مادر در خدمتم. بفرمایید.
مردم گرفتارن. شما رفتی سراغ تلفن همچه خودشو جا کردی اینجا. قصه حسین کرد شبستره گفت از اون سر شهر کوبیدم اومدم اینجا به امیدی حالا دوباره میخوام برگردم برم اون سر شهر که با یه ده بدبخت بیچاره تر از خودم بریم حق حقوقمون رو بگیریم. خب اون که خدا گره از کارت باز کنه مادر. شاید خدا شما رو وسیله قرار داده که گره گشا باشی. مادر جون حالا اینجا اومدی که ما برای چی کار بکنیم؟ پسرمو گرفتن میگن اگه بخواد آزاد بشه بعد وثیقه بذاری. از کجام بیارم؟ مال و ملال دارم، ملک و مال دارم، خاله عمه دایی پولدار دارم. چه کنم؟ ناامیدم نکنی. حالا جرم پسر چیه؟ چه جرم خانم؟ اهل خلاف و حروم و این چیزا نیست. مثل جوانای دیگه رفته خیابون حرفشو بزنه. خب مادر هر کی خربوزه میخوره بعد پای لرزش بشینه. می‌خواستی بچه‌تو بپایی کارش به اینجا نکشه. کجا بکشه؟ خانم کجا بکشه؟ چاقو کشی کرده یا زبون رو از دیوار مردم بالا رفته مال مردم خورده؟ من که قاضی نیستم مادر جون، من سند و وثیقه‌ام نداریم. به سلامت. خانم جون عزیزت کار جوون منم را بنداز. یه بدبخت بیچاره‌ای مثل من که تو این مملکت هیچ کوفتی نداره باید عزیزشون تو بپوسه. بله من تاریخاشون رو چک کرده بودم. خانم رسولی بزن آب بیار براشون. بله باشه کاش زودتر زنگ زده بودیم. خواهش میکنم. سلامت. من کسی نمونده. بابا هر کی می‌خواست بیا تا الان اومده بود. آقا جان راه بیفت. برای سلامتی آقای راننده صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا راننده وایسا تو با خانم بیا تو با خانم بیا. خیلی خوب بابا اولش نکن میری زیر ماشین. تو با خانم چیه؟ وقتی الله تو جلو باشه میزنه دیگه که برجو vergiden. Ben de hakikat elim boş idi. Cevap dedim getiririm. Mama kulağı az kaldı durup baş gözümün. Ne geldi? İftala gözler. Sen neredeysen? Hep yine sen sahipleri geldi. Ya sen ki baba bazı harap değil. Şöyle talepkar değil. ببخشید یه ذره برو عقب من. Ben de uşağım var. Ben uşağım verem. Akşam geldim. Ben bir şey elimde ola. سلام تو با خانم سلام. بفرم. سلام علیکم. Ay sahipkar. Sen o سلام علیکم. چیه؟ سلام تو بخواد خیلی دیر اومدی. ایشالله دست خالی و ناامید برنگردی. دومین صلوات بلندتر بفرست. آی راننده قربان در کمربندی بری به چراغ مراغ هم نمیخوریم ها. فرق نمیکنه هر جا برن نزدیکه. برو آقام برو. یکمی آب به من بده تو قرآن. بیا. بذار تو با خانم. ببخشید. بفرما تو با خانم. آقا جان رسیدیم اونجا. امین بوس که پیاده شدین آرام و بی سر صدا میری یه گوشه ای. اگر کسی چیزی پرسید هیچی جواب نمیده. فهمیدی؟ وای میسیم بزرگتر ما حرف بزنه. یعنی کی؟ یعنی تو با خانم. این علی آقا هم خوب حرف میزنه. روزنامه خانه آقا تقی هم خوب گریه میکنه. جانتو راست شده تا قصه که زود گریه کن. مهدی جان قربانت برم. رفتیم اونجا وادی در نیاری فدات شم. قاطی نکنی یا کار دست ما بدی. کاری نکردیم بیا. نه نمیگم خدای نکرده کاری میکنی ولی میگم یه وقت چیزی نگی که بگن آقا اختشاش کردن آزیر داری ها. فهمیدی؟ این برچاپ کردیم اون برچاپ کردیم آخرش هم هیچی. ببینم نامه برای کارگر جماعت حقوق میشه. اصلا از دست طلبکارا بگو. عیبی نداره بگو. از دست طلبکارا خودمون تو خونه عین چرا دست باشه؟ بگو وسطش آگهی پخش میکنم. بگو بابا چرا واسه دست پاچی شدم جلو دوربین. میخواستم بگم که عین دزدا خودمو تو خونه قایم میکنم هیچ جا نمیرم. میترسم برم بیرون میگیرن. میدانی چیزا قربانت برم. میدانی چیزا اینا 3 ماه پیش کارخانه را فروختن. به هیچ کس هم نگفتن. وقتی یارو که خریدتش اصلا این کاره نیست. میخواد توش برد بسازه. میخواد بکوبک. تقصیر ما چیزا ما 3 بار دست به دست شده. 3 بار دست به هر دفعه هم یه تعداد کارگرا رو میریز بیرون. میبینی که اینا تا به صاحبکارمون میگیم میگه جنس چینی ریختن تو بازار زیر قیمت تولید داخلی. به من چه؟ در مرزاتونو ببندید. کارگر باید تونشو بده. دفعه قبل هم این کارو کردید فایده ای نداشت. من میگم درست 9 ماه حقوقمون رو ندادن ولی باید قانونا عمل بکنید. چه مگه الان میخوایم غیر قانونی کاری انجام بدیم؟ آقای فیلم بفرما. اینا رو تو تلویزیون ان شاء الله پخش کنید. نیستم. آقا من خودم
خیر سرم حقوق بگیرم. الان من رفتم زیر بار منت زنم، او خرج منو میده. آخه این درست خداوکیلی با کوی میگم مستصف ها. من الان 4 ماه کرایه عقب افتاده، چیکار کنم؟ برم یقه کیه بگیرم؟ فردای یارو منو بندازه بیرون. دستای منم نگاه کن آقا، این دستای منم ببین، دستای کارگریه. با همین دستام خدا شاده یه عمره دارم نان حلال میبرم تو سفره خانواده‌ام. وقتی برای بچه‌م یه لقمه نان ندارم که آقا این نامه دادیم به فرمانداری، به استانداری، به وزارت کار که حقمون کی میخواد حقمون؟ کی کجا؟ اینو ببین. 17 ساله پشم خور خوردیم، آخرمون روزگارمون هم اینه. چیکار کنیم ما؟ تو خانم تو حرف بزن، تو بهتر میگی. چی بگم بابا بنده خدا حرف بزنه. مگه 100 دفعه زاله فیلم نگرفتن شاید توفه کجا؟ با خانم جان بچت خودت بگو بله میگم. مقامات محترم، مسئولان، آقایونا، خانمونا، هر کی هستین، هر کجا هستین، تو رو به هر کی میپرستی قدم سر چشم ما بذارید، تشریف بیارید ببینید ما تو چه وضع بدبختی داریم زندگی میکنیم. وقتی حقوق بگیر بودیم 8مون گروه 9مون بود. الان که دیگه کارخونه هم تعطیل شده دیگه، واویلا. اینا هر کدوم 4 سال 10 سال عائله دارن. بعضیا خرج داماد عروس نوه‌شون میدن به اون بدبخت، اون تازه داماده به امید اومد تو این کارخونه استخدام شد. گرونی کمرمون رو شکونده. حالا یه چیزی نفری چی بگه؟ تو خانم یه چیزی نگو مسئولیت برات بشه. ضبط میکنه خب پخش میکنه برات. نفری 40,000 تومان پول خودمون، حق خودمون رو ریختیم به حسابمون، خدا عوضتون بده. اما از اون طرف 40 برابر قیمت اجناسا همه رفته بالا. آره اگر بخوایم از این تو بگیم گفتن چه فایده؟ ببینی آقا، اگه بخوایم درد این تو رو بگیم بریزیم بیرون، به سنگ بگیم 1000 تیکه میشه، آب میشه میره رو زمین. همین میگم الان چیزی نگید دیگه خانم. یعنی چیزی نگید بابا، بذار حرفشو بزنه. چی میگی؟ یعنی تو بهتر از این میفهمی چی میگی؟ یه سال پسرمو گرفتن، نه خونه دارم نه یه وجب زمین از این مملکت رو دارم. اگر دیوار مردم رفته بالا که شرمم بشه میگم خوبشم میگم. با جون کردن فرستادمش دانشگاه درسشو خوند. الان 4 سال بیکار تو خونه ور دل خودم نشسته، حاضر به هر کار با شرافتمندانه‌ای هم هست. هر جا میره میخواد استخدام بشه میگن یا باید پارتی داشته باشی یا باید کار خانم تو رو خدا حرف سیاسی نزنید درد بابا سیاسی نگو فهم میگی تو چی میگی؟ درباره بچه‌ام جوونم میخوام سیاسیه. من معذرت میخوام. میگم باید کارت اینجا داشته باشی، کارت اونجا رو داشته باشی، عضو اینجا باشی، عضو اونجا باشی. خدا رو شکر کلاه میندازم هوا، این که بنگ هریونی نشده. وگرنه شما تشریف بیار تو همین محله ما ببین، از هر 10 تا جوان طفل معصوم ببین چند تاشون گرفتاره این بابا تو این مدرسه‌های راهنمایی داریم با این بچهای بنده خدا دارن هروئین جابجا میکنن. آقا هر جایی هم که میریم میگن عیب نداره، درست میشه. چه درست میشه آقا؟ ما کجا بیاریم بخوریم؟ از کجا بیاریم بخوریم؟ بچه‌ها آبرومند سر و سامون برسونم. الان اینم وضع حالمه همینجوری، هر روز سفیر و سرگردون توی خیابونا دنبال کار بچه‌م. همین دیگه. اینو گفتم میدونم دیگه، آخر کار دست خودمون میدیم، همه چی تموم. این فیلم ها رو شما به کی نشون میدین؟ ها؟ کی میبینه؟ حالا مثلا گیرم که ببینه چی؟ الو یه دقیقه بس. الو ابوالفضل کجا شما؟ چی؟ برای چی برگشتی؟ وایسا دارم پسکم آگردی. وایسا چی؟ خیابانه برای چی بستن؟ ما که داریم میایم. خداحافظ. چی آقا رضا چی شده؟ دیگه اتوبوس‌ها رو برگرداندن، خیابانم بستن. من برگردیم دیگه. یعنی چی برگردیم؟ کجا برگردیم؟ تو اصلا از اولش می‌خواستی نه یا خب؟ آقا سرتر کنم برگردم. آقای راننده تو چیکار میگی؟ حرفا داری؟ پولتو بگی برادر من. بابا راست میگه این بنده خودم، راست میگه. حق داره. کلمه قپی اومدن جا زدین. بابا اصلا زدن تو دهنمون که حرف حقمونم دیگه نمیتونیم بزنیم. ای بابا هر کی دلش بخواد نیاد. من میرم اینقدر وای میسم اونجا تا بالاخره یه نفر بیاد بگه آقا تو چه مرگیته. آقا بشین آقا جان شلوغش نکنید. میگم راست معترضن و این حرف سر جدتون ما رو تو در سر اندازن.
زنگ زدن اینجا الان تو بفرمایید. آقا کسی چیزی نمیگه من باشه حرف میزنم باشه شلوغ قلوغ نکنید. برو برو چشم قربان الان میریم چشم اجازه بفرمایید الان میریم قربان چشم. آقا سلام علیکم خسته نباشی. چرا ایستادی حرکت کن. مینیبوس حرکت کن آقا اینجا سلام نستا. علیکم خسته نباشی. این بنده خدا ما رو آورده اینجا اجازه بدید ما پیاده بشیم برگرده. نمیشه. بله. تجمع قدغنه حرکت آقا کن. تجمع نمی‌کنیم می‌خوایم حرف بزنیم برادر من کجا میری؟ نماینده‌تون بیاد وقت بگیره. هیچکی از ماشین پیاده نمیشه. آقا چیه جوابه بگیر بهشون میدی دست ما کی جواب نماینده میگه واکن بشین بچه شلوغ نکن خانم شما که بقیه مستنطری بگو برگردم برن رد کارشون. باشه بسیار خوب شما بیا جواب شکم گشنه زن و بچه اینا رو بده من اینا رو رد میکنم آقا ببینم آقا ول کن خانم. ببینم کجا میری بشین. آقا یه مردم ببر اون برو ببینم آقا برگردم. آقا اصلا من میخوام اینجا بشینم ببینم چی میخواد بگه. بلند شو بذار بیاد بشینه راه بیفته شر درست نکن. چه شری؟ برای چی شر؟ تو دین نداری ایمان نداری والا به خدا ما کارگریم دنبال حق حقوق ما آمدیم. وقتی به جرم تحریک کارگرا از پس کله گرفتمت بردمت طالب میشه بیا پایین. آقا من شما رو تحریک کردم این چه حرفیه میزنی؟ وایسا بذارید تو با خانم صحبت کنید. باشه خب وایسا آقا وایسا داریم وایسا خب چرا بخواید بزنی؟ آقای محترم اونه چی کار داریم؟ با من چی کار داریم کجا میبریش؟ در ما کن ببینم کجا میبریش؟ کجا میبری؟ هر جا اونو میبری منم باید ببری حرف همه ما یکیه باز کن درو که شما تنت میخوره خودت هم میبری ما میبری ببر به جهنم فدای تار موی بچم وا کن ببینم برو کنار کجاش میبریش؟ کجا داری میبری؟ دوربین این مدار بیار پایین. بابا یه آقا اومده به مامان کار داره. چی؟ یه آقا چیه؟ محمد آقای صاحبخانه که نیست که. نه یه آقا شکست. سلام علیکم. سلام. من با خانم نوبر کردانی کار دارم. یه نامه باید بهشون بدم. به چه مناسبت؟ یه نامه از طرف حاج آقا رسول رحمانیه. من شوهرش هستم. به چه مناسبت این نامه؟ من وکیل آقای رسول رحمانی هستم. این نامه مربوط به خانم شماست. میگیری من چی میگم؟ من شوهرش هستم. نه با بفهمم این نامه چیه؟ نگفتم شما نباید بفهمین. گفتم باید نامه رو به خودشون بدم. اولا نوبر خانه نیست. بعدش هم اون آقا بیجا کردن نامه برای زن شوهردار میفرستن. آقای عزیز عصبانی نشین. چی؟ من باید مطمئن میشدم این نامه به دست نوبر کردانی میرسه. شما شوهرشونین بفرمایید خودتون بهشون بدین. اینم کارت من. بفرمایید. خداحافظ شما. درستش هم هست. چی؟ این نگفتم دست به سیگار من نزن؟ ببخشید. برو رد کارت.
درو چرا باز گذاشتین؟ سلام. ماما بیا. برو قربونت برم، برو تو هم مشقاتو بنویس. رضا جان. آقا چی شده؟ بچه رو بفرست خانه صنوبر. برای چی؟ فراد برو خانه خالت. لازم نکرده، بذار مشقاشو بنویسه. چی شده؟ اینجوری دستمزد منو میدی؟ یعنی چی؟ بد شوهری بودم برات؟ نه والا. چند وقت نامه میدی و نامه میگیری؟ به کی؟ به کی؟ نامه چیه؟ بد کردم؟ مردانگی کردم بعد 8 سال خونه دل خوردن آمدم سراغت؟ ببین رضا جان، بدبختیمون کم نیست و دوباره قوال کهنه منو بکشی وسط. رو راست به من بگو چی شده آقا جون؟ ها چی شده رضا جان؟ تو از همون اولم بی‌معرفتی رو به من نشان دادی. منتها من خر بودم نفهمیدم. چرا قول داده بودم به؟ نوزدت بودم زده باشم زیرش؟ تمام خشمالای کوره پس خانه من مسخره میکردم، میگفتم بدبخت معلومه میره سراغ اون حاجی کارخانه دار، نه تو کارگر ساده. خورد هر کی گفت. اونا می آمدن زیر پر و بال من بیکس و خواهر برادرمو بگیرن؟ بدبخت خامت کرد. بس نیست 10 ساله داری میزنی تو سرم که بیوه اومدم تو خونت؟ مگه نبودی؟ من اومدم دنبالت. بد کردم؟ نیکه تو هم منتظر نشسته بودی؟ خدا نخواست زن بدبخت زنده بمونه. بپرس صدا تو سیغه حاج رسول. سیغه حاج رسول بودم. الان زن تو مادر بچه‌هاتم. خوبیت نداره با من اینطوری حرف بزنی. خوبیت داره که زن من باشی و بعد 2 تا بچه به شوهر قبلی نامه‌نگاری کنی. 2 تا بچه‌م جلوم پرپر بزنن اگه من بدونم اون پیرمرد الان زنده است یا مرده. پس این چیه؟ چیه؟ چه میدونی ها؟ بدبخت دلم برات سوخت که آمدم دنبالت. پشت سرت میگفتن حاجی چند سال کیفیشه باهاش کرد، بعد که سکته کرد بچه‌هاش یه تیپا زدن دختر داتیر انداختن بیرون، باباشونو برداشتن بردن خارج. بخوام ببینم چی نوشته. من چه میدونم چی نوشته. برو هر کاری دلت میخواد بکن. چرا اینطوری میکنی رضا؟ نکن. خدا ازت نمیگذره. این چه کاری میکنی؟ خدا اگه من یادش بود ناخورتو نمیشدم. اینجوری باید سر من. تو دیوونه شدی. آره دیوانم. بگی بخوام. یک کلمش جا بندازی ها به جان مادرم روزگارت اسیا میکنم. بخوام. نوبر خانوم. خاک بر سر من. نوبر خانوم. من بدبخت کارم به کجا رسیده؟ باید بشینم نامه عاشقانه یکی دیگه که برای زن من نوشته رو بخوانم. بخوان. امیدوارم سلامت باشی. میدانم که خدا را شکر به عقد مرد زحمت کشی در آمده ای. زندگی آرامی داری. بدبخت بیچاره. همه جیک پوک زندگی منو براش گفتی ها؟ رضا جان من به کی قسم بخورم؟ من هیچ خبر. صدات در نیاد. فقط بخوان. خبر فوت مادرت رو در زندان هم میدانم. خدا بنده های خاص خودش در این دنیا را امتحان میکنه. تو که خاص‌ترین ملائکش بودی. ملائکه؟ ببین حاج آقا چه کرده برات. بخوان. دخترهایم از روی علاقه خواستن که به من خدمت کنند ولی هیچ وقت نفهمیدند
خوشبختی چیزی نیست که کسی از بیرون ببیند. خوشبختی تو دل آدمه. اینو هیچ کس نفهمید. بذار برم، نمیخوام صدام بره بالا بچه هم بفهمم. تو اگه بچه میفهمیدی این بیایه نمیکردی. مگه من براش نامه نوشتم؟ لابد رو خوی بودی یک کارگر بدبخت بیچاره است. صاحب هیچ چیز زندگی نیه. تو اگه انصاف داشتی تا اینجاشم میفهمیدی که من از اون بیخبرم. معلمت از کار دستی تعریف گم مادر. تو حالت خوبه؟ آره قربونت برم دختر خشنگم. من حالم خوبه عزیزم. خانومم. شیرین جان، شیرین بابا، شیرین قهر کرده. خودت بیا اینجا کارتونم. بیا. میشه اینو برای من بخوانی بابا؟ از او اولاش نخوانی ها، خب؟ وسطاشو یه بخوانی. بد خطه. عیبی نداره، تو میتونی بخوانی. خوشبختی توی دل آدمه. اونجاش نمیخواد بخوانی بابا، برو پایین تر. شاید وقتی این نامه به دستت برسد که من زنده نباشم، از تو نوبر خانوم عاجزانه میخواهم حلالم کنی. هیچ کس جز من باور ندارد که مناعتب با مناعتب یعنی چی؟ بقیه‌شو بخوان حالا. تو مانع از چشم داشت به مال دوینا، اما اجازه بده که من برای آن که راحت بمیرم کمترین کاری را که آرزو دارم بکنم. خانه کوچکی پیشکش. امیدوارم این آخرین خواسته من را قبول کنی. کسی که همیشه دعاگوشت سعادت زندگی نو تو در کنار همسر و فرزندانت. رسول رحمانی بهار 1390. جا در یک گوشه دنیا که خانه من نیست.
دو سه تا اینجوری میان. آخه دختره به این خوشگلی، به این نازی رگ زدن نداره که مادر. حالا تو تازه انقدر راه داری. سارا خانم خوب هست. باید مادر عروس بشی، مادر بشی. برو بالا. بهش آب زیاد بدین بخوره. یه 2 روزی هم سرگیجه داری ها. برو به سلامت. خیلی ممنون. خواهش میکنم. دستتون نرم. بذار تو جیبت خانم. مواظب دوستت باش. مادر منم به همین درد گرفتار بود. آخرش هم همینطوری مرد. برو به سلامت. خدا بیامرز. بریم. ببخشید معطل شدیم. من چیزی گفتم؟ نباید چیزی بگین، دارم میبینم. خانم ارشد زنگ زدن گفتن خانم ارشد مسافرتن. خانم منشیزاده منظورم. حرف زدم باشه. میخوای دراز بکشی؟ نه. من نمیخورم. من اگه دیگه حرف نزنم حل دیگه، چون خسته این شما. من خسته نیستم. هم خسته این هم عصبی. من نه خستم آقا حامد نه عصبی هم. شما هم اگه حرف میخواین بزنین حرف بزنین، ولی مسخره نکنین. من کی مسخره کردم شما رو؟ من دارم عرض میکنم خدمتتون. همین عرض کتاب نخون آقا حامد، حرف بزن. خانم خوبه برات. گیر نده به حرف زدن من. آفرین، این حرف زدنه. شما آخه یه کاری میکنه آدم حرف زدن خودش یادش میره. میگم دکتر ادبیات که نیستید. تاش قرار بوده مهندس مکانیک شی که نشدی. خب اون وقت الان این مسخره کردن نیست. الان شما منو مسخره نمیکنی. نه نشدی. نه نشدم، درست میگی شما. من همون یه تاکسی گاهی در اختیارم. درد داری؟ خوابم میاد. ای سرم داره درد میترکه. آب دارین تو ماشین؟ آب میوه دادم خدمتتون که. آب آقا حامد، آب میخوام. الان نگه می‌داریم یه جا میگیره. من نمیخوام. یه بطری زیر این صندلی بود. بس کنید زیر ببینید. ببخشید. ببینید فقط اگه داشته باشه. میگم 2 تا آدمیم داریم حرف میزنیم دیگه، مانیفست نده. 2 تا آدمیم داریم حرف میزنیم که باید فرصت بدین آدم حرف بزنه. حرف بزن. حرفم اینه، میگم شمایی که اینه یه فرشته بلند. ای بابا خودت میگه حرف بزنیم، بعد متلک میندازی، تیکه میندازی، میگی فرشته، اون موقع اومدنی میگی مادر ترزا. نه به والله نه حالا خیلی خوب این لغت فرشته شاید من باید لغت بدیه، ولی من حرفم اینه، میگم شما بلند میشه از این سر شهر پا میشی میری اون سر شهر. اشکالش چیه؟ نه اشکال که نداره هیچی، خیلی هم جای تقدیر داره. دست شما درد نکنه. خب ببین من میگم عصبین، قیافه خودتون رو نگاه کنی. نه میدونی مسئله چیه آقا حامد، شما چون
دمت هم گرم، دمت واقعا گرم، ولی چون شما مثلا یه کار بزرگی کردی پاشم وایسادی الان فکر ای بابا بهترین دانشگاه این مملکت درس میخوندی یه چیزی گفتی پاش وایسادی ستاره دار شدی اخراج شدی خانم من کی اصلا اومدم این حرفا رو بزنم به شما نمیگی که ریا نشه ولی همه مرکز میدونن. نه ببین پس دیگه نگی متلک نندازی. ببخش حرفم اینه، میگم چون شما یه کار خیلی بزرگی کردین قرار نیست فکر کنین که دیگه بقیه کار بزرگی ندارن میکنن یا مثلا دیگه کار بزرگی نمونده کسی بکنه. داریم مگه مسابقه میدیم که ببینیم کی کار مثلا بزرگ داره میکنه کی کار کوچیک داره انجام میده. من اصلا حرفم اینه، میگم شما با این انرژی که میذارین، با این توانتون، با این وقتی که صرف میکنین میتونین یه کار بزرگتر بکنین. میدونین یه کار ریشه‌ای تر بکنین، یه کاری بکنین که روزی 100 تا از این سمیره ها ماهی ندین دست کسی ماهیگیری شعار میدی آقا. چرا شعار؟ نه شعار دیگه. نه خب چرا شعار؟ چرا یه جوری حرف میزنین انگار من دارم مثلا حرف مفت میزنم؟ نه حرف مفت نمیزنی ولی حرف قشنگ میزنی. خب حالا اصلا یه حرفی هم اگه قشنگ باشه مگه ایرادی داره؟ نه شما این قلاب ماهیگیری رو به من نشون بده من میدم به اینا. اصلا نمیفهمم چی میگی. خانم خیلی ساده است. من کمک کردن یه جور دیگه میبینم. من میگم به یه وضعیتی فکر بکنید که بتونیم یه شرایطی رو به وجود بیاریم که روزی 100 تا از این سمیره ها آواره خیابون و نمیدونم کوچه و اینا نشن. روزی چند نفر از اینا اووردوز میکنن، خودزنی میکنن، میمیرن. اصلا کسی متوجه میشه؟ نه ولی چون نمیشه برای همشون کاری کرد پس برای اینم که میتونیم یه کاری بکنیم نکنیم. نه من کی گفتم من اینو میگی دیگه. نه من همچین حرفی نزدم. آمد بذار ما گوشمایی‌هامونو بندازیم تو دریا یکیش هم جواب بده. خب الان حرف قشنگر کی داره میزنه؟ خب شما داری میزنید دیگه. شما هم کار مهمه رو بکن. من اگه این کارا رو میکنم برای خودم میکنم، خودم احتیاج دارم که خیلی میکنم. خوب. برای خودم که این کارو بکنم. نه یه دقیقه اجازه بدید. نه یه سوالی من میکنم ازتون. شما الان این کارا رو دارین میکنین خوشحال میشین؟ آره. راضی میشین؟ آره. خب بکنین. خیلی خوب. خب من همینو میگم. من میگم خودتون یادتون نره. من حرفم همینه، من حرف بدی نمیزنم. شما حرف بدی که نمیزنی، قیافه حرف زدنه. خب شما اصلا قیافه منو کجا دارین میبینین؟ شما از اون قیافه حرف زدن منو دارین میبینین. قیافه حرف زدن دارین میبینین. جون فندکتون رو میدین؟ زیاد میکشین ها. 2 نفریم اومدنی یه دونه کشیدیم الان یه دونه دیگه. ببخشید ماشینتون هم دودی کردیم خونی کردیم. شما دودی کن خونی کن نزن ما رو. چرا یه کاری تو رشته خودت نمی کنی؟ تاکسی آخه چیه این؟ خیلی پیشنهاد خوبی بوده. من تعجب میکنم چرا یه همچین چیزی به فکر خودم نرسیده هیچ وقت. قشنگ یه جوری حرف میزنی نگاه توی مملکت زندگی نمی‌کنین ها. میگم 3 سال خانم کوکار 3 سال درس خوندی یه کاری با اون 3 سال با اون تاکسی. خب چرا فکر میکنین؟ نه چرا فکر میکنین که مثلا من با خودم یه قراری گذاشتم درس و دانشگاه رو همه چی ول کنم بلندشم برم رو تاکسی مردم کار کنم، مثلا برم به بچهای مردم درس بدم و سرویس بچه‌هاشم، بیام تاکسی گاهی در اختیار شما و مؤسسه بشم که خرج خانواده‌مو بدم. نه میگم از نه. این ولی از این تریپ مسافرکش تحصیل کرده اخراجی بعدت هم نمیاد. خانم چرا این حرفو میزنی؟ نزنی این حرفو خانم. میدونین چیه خانم؟ شما ببخشید همیشه اون مدلی که دلت خواسته زندگی کردی. من و خیلی های دیگه اون مدلی که مجبور بودیم زندگی کردیم. آقای حامد اون مدلی که من دوست داشتم زندگی کردم مدل آسونی نبوده. بعدم ببخشینا دهنم هم سرویس شده تا آخر عمرم هم باید تاوانشو بدم. حالا ما هم نگفتیم آسون بوده. برای همینم من میگم شمایی که اصلا بهت نمیاد که چی نمیاد؟ آقا حامد چه جوری باید باشه که به آدم بیاد؟ نه من نگفتم جور خاصی باشه. نه آخه دقیقاً شما فکر می‌کنید جور خاصی باشه. یعنی فکر می‌کنید اینجا جای عجیبیه بعد خودتو جدا می‌بینین. من اینجا بودم. شما هم میتونی باشی، میتونستی باشی، الان هم میتونی باشی. خیلی خب حالا خدا رو شکر من نداشتم تجربهشو نبود.
خیلی خوشحالی نبودی ها؟ نه الان من باید ناراحت باشم که تجربهشو نداشتم. نه حق داری اصلا خوشحال نباید باشم. تصوری از اینکه ترک کردن یعنی چی نداری. ولی میتونم بفهمم که چی رو میتونی بفهمی؟ چطوری میتونی بفهمی؟ ببین من نه چون خودم ترک کردم بگم خیلی کار مهمی یا نه، اینا دارن کار مهمتری میکنن. خانم ببین اینی که دیگه همه اینو میفهمن که به هر حال چه کار مهمی شما انجام دادین. آره اراده فوق العاده بالایی هم میخواد، اصلا کار هر کسی هم نیست. آره کار هر کسی که اصلا نیست. نه خیلی خوب. میخوام بهت بگم که خیلی از اینا هم میخوان ترک کنن ولی نمیتونن چون شرایطشو ندارن. خیلی خوب. شرایط یعنی ببین من از اصل دارم همینو میگم. میگم که یه دقیقه شما به من اجازه بده، من دارم میگم شرایط رو باید یه جوری تغییر داد. من وقتی همین بلا رو سر خودم آوردم این شانس رو داشتم، مامان بیچارم بالا سرم بود، پس گردنم بین بچه گربه گرفت از این کلینیک به اون دکتر تا من ترک کردم. من از شما معذرت میخوام که این امکانو داشتم، خیلی ببخشید که من این شرایطو داشتم. بعد حالا چون من این شرایطو داشتم به اینا که ندارن این شرایطو نباید کمک کنم. خانم کی گفته که کمک نکنین؟ کی اصلا ارزش کار شما که اصلا بدون ارزش وای آقا چی میگی ارزش چی میگم خانم؟ من دارم میگم ارزش گذاری یه ثانیه اجازه بدین. من اگه ارزشی دارم ارزشم به اینه که ترک کردم. خانم یک ثانیه به من اجازه بده. خانم شما اصلا فرصت نمیدی من حرف بزنم. خب یه رسیدیم دیگه. یا همش ترک کردم. خانم خب مگه ترک نکردی که زندگی عادی تو بکنی؟ خب بیا بکن دیگه. همش شما داری حرفشو میزنی بعد به من میگی من مانیفست میدم. یه ورشین یه حصار دور خودتون کشیدین، نه حاضرین یه نگاه به اون ورتون میکنین، نه حاضرین یه نگاه به خودتون میکنین. همش حرفش. اصلا خانم به نظر من شما ترک نکردین، شما هنوز تو ترکین. میشه آدم اینقدر غافل بشه از خودش؟ حرفتو بزنه قامت. حرفمو دارم میزنم، دارم میگم میرسیم حرف اصلی تو بزن. حرف اصلیمو دارم میزنم، دارم میگم خدمتتون. خوشت میاد از من عذر میخوام متوجه نشدم چی فرمودی؟ خوشت میاد از من؟ چه سوالیه خانم شما؟ سوال عجیبی نیست، یا آره است یا نه. خوشت میاد از من؟ نه ترس جواب بده. از چی بترسم؟ نه نمیدونم از این که به یک کسی تو شرایط سارا میشه اصلا همچین چیزی رو گفت یا نه. خانم شما خودتون سوال میکنین، خودتون هم که جواب میدین. راست میگید. بگو هم میگم یه دقیقه صبر کنین. شما بازجویی که نمیکنین که. ببینید نمیدونم، شاید داشتم فکر میکردم. دوست داشتنی که فکر بخواد دیگه تکلیفش روشن. من به شما گفتم من شما رو ببخشید خانم، شما شنیدی من به خانم بگم من دوستت دارم؟ نگفتیم نداری. نه نگفتیم نداری. نه اصلا حرف نزدم. حرف که حرف نمی حرف میزنی تو. تا اینجا هم که من بحثو کشوندم گفتی. ببینید یه وقتایی میشه آدم تو زندگیش پیش میاد که یه جوابای احتیاج داره که تکلیفش با خودش یه خورده روشن. نمیدونم حالا شما تا شدین همچین چیزی که میگم؟ من تکلیفم با خودم روشن شده. خب حالا شما فکر کنید که من احتیاج به یه جوابایی دارم که تکلیفم روشن بشه. جواب میخوای و سوال بپرسید؟ خب میپرسم. بپرس. خب شما چی؟ من چی؟ خب سوال شما میگی سوال بکن در سوال شما چی که سوال نیست. خب دارم میپرسم دیگه. میگم شما چی؟ شما تا حالا شده که به من فکر کنین؟ نه یعنی تا حالا پیش نیومده به من فکر بکنه؟ نه. یعنی از من خوشتون نمیاد چون؟ نه. تمومه؟ نمیدونم. تمومه؟
خانم آخه ببین اینجوری نمیشه که من آقا احمد ببین من بحث رو رسوندم به اینجا که شما جواب بدین، من اینو بگم تکلیفتون با خودتون و زندگیتون روشن بشه. خب اون که دست شما در نکنه. خیلی ممنون که تکلیف من و زندگی ما همه چی با هم دیگه یه جا روشن کردین. خیلی هم ممنون، مرسی. ولی من بالاخره یه سوالایی دارم. من نمیخوام دیگه حرف بزنم. نه خانم نمیشه. من نمیخوام حرف بزنم. لطف کنین بخواین، برای اینکه الان من یه سوالی برام پیش اومده. من الان سوالم اینه، میگم شما به من گفتین نه این نه مشکل منم یا مشکل خودتونی؟ چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه خانم. نه چه فرقی میکنه؟ خانم لطف کنین سوال منو جواب بدین. اگه مشکل منم اون وقتی که اصلا من دیگه حرفی ندارم، تموم. فکر کنم مشکل منم. اگه مشکل شما این که حله. چی حله؟ حله دیگه. چی حله؟ خانم شما فکر میکنین من تو این مدت کم با خودم فکر کردم، کم با خودم کلنجار رفتم که اصلا ببینم اصلا شدنی هست، من میتونم اصلا بین من و شما میشه؟ خب بالاخره من میدونم. چیو میدونی؟ سارا خانم من بیشتر از این باید چیزی بدونم که شما میتونین زخمای سمیرای HIV مثبتو بدون دستکش پانسمان کنی. سارا خانم حله. آره نه اون که فعلا حل شد. دوربین رو پس دادن. نه مهم نیست، دیگه عادت کرد. معلومه کار میکنه. حرفا چیه؟ ببین گوش کن. هیچ فیلمی هیچ وقت تو هیچ کمدی نمونده. بالاخره یه روزی یه جایی دیده شده، چه ما باشیم چه نباشیم. آره من میدونم شما